سلام خدمت دوستان عزیز، پزشکان محترم، وقتتون بخیر باشه. در مورد ترتیب مراحل کیت فینیش و پالیش میخوام یه سری توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم. اولا اینکه ممنون از اعتماد شما، ممنون از اینکه به بنده اعتماد کردید و این کیت فینیش و پالیش اختصاصی میرزاتب رو تهیه کردید. ممکنه یک سری از دوستان کیت مینی رو تهیه کرده باشن، یک سری ها این کیت پرو رو، و یک سری حالا دوستان پزشکی که قبلا از کیت پرو استفاده کردن این کیت پریمیوم رو که تعداد خیلی بیشتری متریال داخلش هست ممکنه تهیه کرده باشن. ولی تفاوت تمام این کیت ها فقط توی تعداد متریال هایی هست که درشون به کار رفته و ترتیب مراحل رو اصلا تغییری ندادیم. اگر بخوایم در مورد حالا فرایند پرداخت و پالیش توضیحات رو شروع کنیم، اولین قدم کانتورینگ هست که شما باید کانتورینگ و فینیشینگ اولیه رو مشخص کنید. آناتومی اولیه دندان رو شما مشخص کنید با فرز الماسی دور زرد و دور قرمز که داخل کیت هست. شما میتونید کانتورینگ اولیه رو ایجاد کنید. حالا اگر فرض کنید به عنوان ابتدا به این صورت حالا دندان رو حالا اگر رسم کنیم، بعد کانتورینگ اولیه رو انجام دادیم. توی این لاین فرزها هستن و مادری. بعد از کانتورینگ میرسیم به مرحله فینیشینگ که میشه گفت استفاده از دیسک زبر بین کانتورینگ و فینیشینگ هست. بعد از کانتورینگ فینیشینگ کامپوزیت با این دیسک زبر انجام میشه. شما لاین انگل ها، فیشیال پروفایل رو مشخص میکنه. به این صورت اگر لاین انگل رو رسم کنیم، اولا از سمت پروگزیمال به سمت میدل با این دیسک زبر فینیشینگ رو انجام میدید و پس از اون شما ناحیه فیشیال پروفایل رو رسم میکنید، ناحیه سرویکال، ناحیه میدل و ناحیه اینسایزر رو مشخص میکنید و مجدد با این دیسک زبر فینیشینگ رو انجام میدید. و برای ایجاد تکسچرها مولت شمعی زبر در کیت فینیش و پالیش هست و شما میتونید تکسچرهای سطح کامپوزیت رو ایجاد کنید و حتی برای امبرژورها مورد استفاده قرار میگیره و این مولت شمعی زبر هست. این از مرحله فینیشینگ. مرحله فینیشینگ رو خدمتون توضیح دادم، کانتورینگ هم به همین صورت. میرسیم مرحله پالیشینگ. در این مرحله تمام زبری های مرحله قبل رو با مولت کاپ مدیوم از بین میبرید. دوستانی که از مولت خورشیدی استفاده میکردن توی این مرحله دیگه نیازی به استفاده از مولت خورشیدی نیست و مولت کاپ مدیوم تمام این وظایف رو به خوبی حتی بهتر از مولت خورشیدی انجام میده. چرا؟ چون که مولت خورشیدی اولا هزینه بسیار بالایی داره با توجه به این وضعیت و ماندگاری کمتری داره. اگر یک تیک از این لبه ها لب پر بشه خودتون بهتر در جرنید. قبل از اینکه شما به صورت مفید ازش استفاده کنید کاملا تیکه تیکه میشه این مولت. حالا چه مولت بهترین برند اولترادنت و اوه باشه و یا مولت مثلا مولت های چینی باشه یا مثلا مولت های برند دیگه باشه، اگر یک تیکه لب پر بشه قبل از اینکه شما به صورت مفید استفاده کنید اون مولت دیگه قابل استفاده نیست. ولی از این مولت کاپ مدیوم تا آخرین ذره این مولت رو شما میتونید ازش استفاده کنید و پالیش بسیار خوبی بهتون میده. تمام نواحی، اکثر نواحی رو میتونم بگم شما دسترسی دارید. ناحیه سرویکال رو بخواید پالیش کنید، ناحیه پروگزیما رو بخواید پالیش کنید، راحت دسترسی دارید. و برای نواحی که دسترسی نداره یا دسترسی خیلی سخت هست، با فرز الماسی قطر داخلی این مولت کاب رو افزایش میدین، یا این ضخامت رو مقداری کمترش میکنین. حالا با مقداری تراش میدید تا این ضخامت این مولت کمتر بشه و انعطاف پذیری فوق العاده ای بهتون میده و نوایی که حتی
میتونم بگم که متریالی نیست که دسترسی داشته باشه به اونجا. فقط میتونه نوار پالیش مثلا اونجا رو پالیش کنه که نوار پالیش هم داخل کیت هست. به اونجا هم با این تغییراتی که توی این مولد ایجاد کردید به اونجا هم شما دسترسی خواهید داشت و پالیش خواهید کرد. به خاطر همین میگم از این مولد کاب استفاده کنید. هزینه کمتر، ماندگاری بیشتری داره نسبت به مولد خورشیدی، پالیش خیلی خوبی بهتون میده. شما اگر مقایسه کنید یک درمان رو با این انجام بدید و مولد خورشیدی رو یک بار کنار بگذارید و این رو جایگزین کنید. به خاطر همین هست که این سیستم فینیش و پالیش ما سیستم فینیش و پالیش خاصی است، اختصاصیه و ترکیبی از دیسک، مولد، نمد و گاتبراش داخل سیستم است. شما برای که نوایی اگر مولد خورشیدی استفاده میکنید، اگر نوایی با دسترسی سقف رو بخواید پالیش کنید، یک مدل این مولد خورشیدی با ضخامت عادی رو باید داشته باشید و مورد دوم باز باید یه مولد دیگه تهیه کنید، مولد خورشیدی که ضخامتشون کوچیک‌تر هست، مولدهایی که مخصوص پروکسیمال هستن. یعنی میتونم بگم که چند تا متریال رو شما باید تهیه کنید تا بتونید به نوایی خاصی دسترسی داشته باشید. و چرا این کار رو انجام بدید؟ همین مولد کاپ شما مشاهده کنید، مولد کاپ رو متریال پیش خودتون هست، کاملا میتونید حس کنید که من چی میگم. این انعطافی که داره راحت این لبه ها میتونه پروکسیما رو برای شما پالیش کنه، سرویکا رو به راحتی. و اگر دسترسی نداشتید یا دسترسی سخت بود، توی مثلا 10% مواقع همون مدلی که بهتون گفتم، اون فرز الماسی رو مقداری با کمک فرز الماسی این قطر داخلی رو افزایش میدید. این از مرحله پالیشینگ. و بعد از استفاده از مولد کاپ مدیوم شما نوار پالیش مدیوم رو دارید و پالیشینگ رو با مدیوم انجام بدید. این نوار پالیش یک سمت مدیوم داره و یک سمت فاین که ازش استفاده کنید. بعد از اینکه پالیشینگ به اتمام رسید، ما مرحله پالیشینگ رو گفتیم، میرسیم به مرحله شاین. مرحله شاین شما مقداری خمیر پالیش رو روی سطح کامپوزیت اپلای میکنید. حالا خمیر پالیش توی جزء کیت نیست. خمیر پالیش اولترادنت بسیار عالیه، خمیر پالیش FGM خیلی خوبه و خمیر پالیش های ایرانی خیلی خوبن، یعنی عملکرد خیلی خوبی داشتن، قیمت خیلی مناسب، میتونید استفاده کنید. شما مقدار خمیر پالیش رو روی سطح کامپوزیت اپلای میکنید به مقدار مناسب، بیش از حد هم نباشه. و در اولین مرحله با این نمدهای FGM پالیشینگ اولیه رو به این صورت جنسش مشاهده میکنیم، پالیشینگ اولیه رو انجام میدیم. و پس از پالیشینگ اولیه هنوز مقداری از خمیر پالیش در نوایی از سطح کامپوزیت هست، مثلا نوایی سرویکال، پروکسیمال. اون اضافات خمیر پالیش رو با این گاتبراش شما به راحتی میتونید پالیشینگ انجام بدید. نوایی پروکسیمال، نوایی سرویکال، به راحتی به شاین خیلی خوب میرسید با این گاتبراش با کیفیت. و در نهایت هیچ خمیر پالیش روی سطح کامپوزیت نیست و سطح کامپوزیت کاملا خشک هست. از این نمد نخی که به این صورت هست استفاده میکنید. بدون خمیر پالیش از این نمد باید استفاده کرد و این نمد نخی میشه آخرین مرحله فینیشینگ و پالیشینگ شما. و در مورد اتوکلاب این دو متریال آخرم خدمتتون بگم، قابل اتوکلاب نیستن ولی قابل